خب ما در پست اول با مفهوم مشتق آشنا شدیم. حالا میخوایم ببینیم که چجوری باید معادله خط مماس بر تابع f در x مساوی a رو بنویسیم. خب فرمولمون که اینه y منهای f(a) برابر f' a در x منهای a. این فرمولمونه. حالا برای اجرا باید چی کار کنیم؟ x مساوی a رو به خود تابع میدیم، دریافتیمون میشه f(a) و بعد میایم مشتق تابع f در x مساوی a رو حساب میکنیم که اون مقداری که به ما میده f'(a) یعنی شیب مماس بر تابع f در نقطه x مساوی a. حالا f(a) و f'(a) رو داریم، میایم در معادله‌ای که بالا گفتم جایگذاری میکنیم و خروجی که بهمون میده میشه معادله مماس بر تابع f در x مساوی a. خب مثال رو با هم دیگه ببینیم. میخوایم معادله خط مماس بر تابع fx برابر رادیکال 3x به علاوه 2 فرجه 3 در نقطه به طول x مساوی 2 رو بنویسیم. دقت کنید توی امتحان نهایی شما نباید از قاعده هوپیتال استفاده کنید. باید از تعریف مشتق برید یا از مشتق تابع فرمول هاش. خب من می نویسم تعریف f'2 رو، میشه لیمیت fx منهای f2 به روی x منهای 2 x به سمت 2. f'2 رو حساب می کنم. fx رو که عیناً جایگذاری می کنم. f2 رو هم که اگر جایگذاری کنیم میشه 2 به روی x منهای 2 x به سمت 2. حتما این حد صفر حدی به صفر حدی میشه مبهمه. برای رفع ابهامش ما باید بیایم صورت و مخرج رو همزمان در چاق صورت ضرب کنیم که حالا من می نویسم چاقو هم در صورت هم در مخرج. رادیکال 3x به علاوه 2 به توان 2 فرجه 3 به علاوه 2 رادیکال 3x به علاوه 2 فرجه 3 به علاوه 4. بعد از اینکه این رو ضرب کردیم به ما چی رو میده؟ اولا که عامل مبهم کننده در صورت و مخرج از بین میره و یک کسری به ما میده که دیگه مبهم نیست و حالا مقدارش در این حالت برابر یه عدد میشه 3x به علاوه 2 منهای 8 به روی x منهای 2 در 12 که جایگذاری کنیم میشه 1/4. f'2 شد 1/4. f2 شد 2. معادله مماس رو می نویسم، برابر میشه با y منهای f2 f'2 در x منهای 2. جایگذاری می کنم، طرفین رو در 1/4 ضرب می کنم، همه رو به یک طرف می برم و معادله شد x منهای 4 y به علاوه 6 مساوی 0.